نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و بر زنان پیر و سالمندی که امید ازدواج ندارند گناهی نیست که بدور از آشکار کردن زینت و آرایش روپوش های خود را کنار بگذارند و اگر از این کار خودداری کنند برای آنها بهتر است و الله شنوای داناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.